دوستای عزیزم، توی این ویدیو با بافت این زیر بشقابی خیلی زیبا که با دربطری های اضافه و دور ریختنی و با نخ اکریل تاب و قلاب شماره 2 بافته میشه در خدمتتونم. تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. 6 بار کاهش رو انجام دادم. توی این رشت تمام پایه ها کاهش هست. 6 بار کاهش ها رو انجام میدیم، یعنی تمام پایه ها کاهش هست. یک کاهش انجام دادم، این 2 کاهش، این 3 کاهش. یه مقداری کاهش ها رو سفت‌تر انجام بدین که قسمت وسط جمع بشه. 4 کاهش، عذر میخوام، کاهش 5م بود و این هم 6مین کاهش. ببینید این قسمت به این صورت خالی موند. حالا برای کاهش اینا به صورت بست انجام میدم. 3 بار این کاهش رو انجام میدم. یه مقداری رج آخر سخت هستش. ببینید این 2 تا نخو که گرفتم از حلقه های آوردم بیرون، دوباره از آخری میارم. یه بار دیگه هم انجام میدم. به این صورت یه زنجیره میزنم و نخو قطع میکنم. این قسمت برجسته رو از داخل بافت نخ رو میکشم. هم نخمون مخفی میشه، همین قسمت برجستگی محو میشه. یه مدتی که استفاده کنید این قسمت خودش صاف میشه. من یکی در میون از لای بافت رد میکنم نخو. کارم سفت‌تر بشه، چون یه کاری هست که استفاده زیادی داره و محکم بشه کار. دوباره بقیه نخ رو رد میکنم داخل. به این صورت طرحی که میخواین برای زیر بشقابیتون یا زیر قابلمه‌ای یا زیر لیوانی استفاده کنید، اول چیدمانش رو انجام بدین. ببینید چه رنگایی لازم دارین برای این مدلی که میخواین بچینید و چند تا لازم دارین. همون مدلی که چیدمان رو انجام دادین دونه بر میدارین و روهاشون رو بافت انجام میدین. من به این صورت ببینید با رنگ سبز و رنگ پرتقالی بافتار انجام دادم. یه مقداری رو وصل کردم. من حالت 6 ضلعی میخوام بافتم باشه. به این صورت چیدمانمو درست کردم. ببینید اینطوری. من یه 6 ضلعی که میخوام وسط از زرد استفاده کردم، دور با نارنجی یا پرتقالی و آخر با سبز. برای وصل کردنشم با دوخت وصل میکنیم. بریم برگردیم. ببینید عزیزای من اینا رو وصل کردم به این صورت. هیچ دوختی مشخص نیست. برای وصل کردن این دربطری ها باید جاهاشونو گفتم مشخص باشه که بدونیم این رنگمون میخواد کجا قرار بگیره. گوشه ها به این صورت باز هست، یعنی این دربطری باید بین 2 تا قرار بگیره. من اینجا نخوی گره زدم و از لای بافت رد میکنم. گره رو مخفی میکنم. و میارم قسمت رج بالایی.
اینجا. دو تا از اینجا میگیرم، از قسمت کنار در بطری ها. فقط با 2 تا پای دوختار رو انجام میدم. من چند تا رو بس کردم به خاطر اینکه میخوام بگم هی نخو قطع نکنیم برای دوخت این تیکایی که بافتیم، در بطریایی رو که بافتیم. میتونیم از حملای بافت 2-3 بار که بست و کوک زدید و کارتون صفر شد، اینجا که اومدیم دوباره نخ رد میکنم قسمت پشت و از لای پایه بعدی میرسونم به این قسمت که باید به زرد وصل بشه. دوباره اینجا 2 تا پایه از زرد رو میگیرم. فقط بافتو از همین بغل در بطری ها انجام بدین، از قسمت پشت نمیخواد دوخت رو انجام بدین، فقط از بغل بین فاصله درای بطری انجام بدین که کارتون تمیز باشه. من الان این دومی رو دوختم. هر چند تایی که میخواین وصل کنین به همین صورت میتونین برسیم باز به حلقه بعدی. من از لای بافتا رد میکنم و میام به این قسمت. اینو وصل کردم، اینم وصل کردم، حالا سومی هست. پس دونه دونه نمیخواد هی نخ و گره بزنید وصل کنید باز دوباره نخ و قطع کنید. فقط چیدمانتون رو روی میز مرتب کنید و دوباره وصل کنید. عزیزای من، اگه تا اینجای ویدیو دیدید و خوشتون اومده همین الان لایک کنید. مرسی از حمایتتون. به این صورت دوباره در بطری بعدی رو میذارم. به همین صورت اینو که وصل کردم از لای باف رد میکنم، دوباره سبزا انجام میدم. میتونید برای وصل سبزا از نخ سبزم استفاده کنید، ولی چون لای باف مخفی میشه دوختتون ایرادی نداره با هر رنگی بود. برای زیر لیوانی میتونید یه دونه رو وسط بذارید و به این صورت. ببینید من چیدمانو براتون میچینم. به این صورت میتونید یه دونه وسط و 6 تا رو دورش بچینید و یه زیر لیوانی خیلی زیبا ببافید. دوستای عزیزم، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. خسته نباشین. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه.